خب بازم یک نسخه دیگر در دسترس ما قرار داره که بیشتر دواهایی که در این نسخه ترکیب شده برای مریض داده میشه بیشتر دواهای افسردگی و اضطراب و استرس می باشه. بیشتر دواهای ضد افسردگی است که کسایی که افسردگی می داشته باشند، کسایی که از تنهایی خوششان میاد، کسایی که میخواین در یک جای آرام باشن و از سر صدا و قال مقال و چیزا زیاد خوششان نمیه، بیشتر دکترها باز برشان امی دواها را در دواخانه یا در معاینه خانه خود برشان تجویز میکنن. این هم دواهایش هست و این هم نسخه که دکتر برای مریض توصیه کرده بر مریض داده. خب در اینجا ما یکی دوای شماره اول شربت سکرالفت است و همچنان دوای آخر تابلت دیسار یا تابلت لنست که این دو تابلت، این دو دوا خب شربتش ای است سگرالفت. این شربت سگرالفت است و این هم دوای معده که بیشتر به خاطر کسایی که مشکلات معده می داشته باشند داده میشه برشان. خب در کل در این نسخه ما یکی فکر کنم که مریض از مشکلات معده خود، از مشکلات بدهضمی و اسید معده و گاز معده خود بیشتر شکایت داشته و همچنان از مشکلات افسردگی و تنهایی که زیاد دوست داره تنها باشه، زیاد از اعصاب یعنی وقت کسی سر صدا میکنه، اطفال سر صدا میکنه، یک جای خیلی بیروبار میباشه، دوست نمی داشته باشن، باز این دواها را برشان توصیه میکنه مریض، دکتر بر مریض توصیه میکنه. خب دوای میدیش دیسار یا لنست یا مو لانسوپرازول بعض دکتر نوشته میکنه، بعض دکترها کپسول لنست نوشته میکنه و در کلینیکی که ما هستم در اینجا بیشتر دکترها به نام دیسار، مخفف دیسار نوشته میکنن. این دوا را برش میته خب به خاطر بدهضمی و اسید معده و گاز معدهش می باشه و همچنان این ترکیب دیگه که ما دو دانه شربت پالی هم ماندی مرزیش سکرالفت است که از دو شرکت متفاوت است اما اثرات و تاثیرش تقریبا مشابه هم دیگر هستند. هر دویش قبل از غذا خورده میشه. کارکردش سکرالفت قسم است وقتی سکرالفت کسی مثلا یک قاشق یا یک و نیم قاشق وقتی میخوره روی معده را تقریبا سکرالفت مثل ساجق واره میپوشانه، یعنی یک لایه روی معده قرار میده که بعد از او باز دیگه دواها را وقت استفاده میکنن یا اسید معدهش بیشتر میشه باز تاثیرات و مو سوزش و زخم معده کمتر میتونه مریض اذیت کنه و برای کسایی میته که مشکلات معده می داشته باشن، زخم معده می داشته باشن یا اسید معدهشان بیشتر می باشه باز همین سگلوفت داده میشه که دوایی است که خاصیت درمانی داره، خاصیت درمانی داره بیشتر. به هر صورت خب این یک قلم از دواهای ما بود و دوای بعدی که در اینجا بیشتر باید روش صحبت کنیم در نسخه ما است دوای شماره 2 و 3 و 4 ارسیش. امی سه دوایی است که مربوط کسایی می باشه که مشکلات افسردگی بیشتر می داشته باشن. این سه دوا تابلت پروتیادن 25 میلی گرم و شربت جینکوش و همچنان تابلت فلوکساتین هرسیش دواهایی است که مربوط کسایی است که از افسردگی خود رنج میبرند. خب پروتیادن و فلوکساتین تقریبا دوای مشابه است که هر دویش تاثیرات روی خلق و خوی مریض می داشته باشه، کسایی که افسردگی می داشته باشن، اضطراب می داشته باشن، این دواها برای از اونا داده میشه که در ترکیب این دواها سراتونین می باشه که همین سراتونین خاصیت خوشخلقی، خاصیت از این داره که مریض یک مقدار خوی و خواصش بهتر می سازه، مریض یک مقدار خوشحالتر میشه، مریض یک مقدار نسبت به بعض سرصداها و تنهایی و بعض چیزا یک مقدار واکنش کمتر نشان میده
یک مقدار خاصیت خوشحال کننده داره سروتونین و اینمی دواها سروتونین که در بدن باید دوباره جذب شود، جذب از کمتر میسازه و سروتونین در بدن بیشتر وجود می داشته باشه و این خاصیت خوشحال کننده را برای مریض میده که تقریبا این دواها خب خاصیت درمانی داره در اصل به خاطر درمان، اما یک مقدار طولانی مدت حداقل 1 ماه باید استفاده شود که در اینجا هم دکتر تقریبا 30 دانه بر مریض تجویز کرده که در حدود 1 ماه باید از این دوا استفاده کنه. این فلوکساتین است، فلوکساتین و این هم پروتیادن که تقریبا هر دوش خاصیتشان یکی است و خوبی دیگه که داره این دواها اعتیاد آور نیست مثل دوای قبلی که ما در نسخه قبلی داشتیم، آلپارازولم که بود. آلپارازولم یک مقدار خاصیت اعتیاد آور داره، معتاد شاید بسازه، اما فلوکساتین و پروتیادن این خاصیت نداره، یعنی اعتیاد نمیسازه مریضه. هر دوش تقریبا یک دوا هسته، فرق نمیکنه و قدر، فقط همه قدر است که فلوکساتین چون خواب آور نیسته، خوشحال کننده است و خواب آور نیسته، با او خاطر از طرف صبح باید خورده شود. این 1 دانه از طرف صبح خورده میشه، اما پروتیادن یک مقدار خاصیت خواب آور داره، با او خاطر پروتیادن از طرف شب خورده میشه و کسایی که خواب ندارن و خیلی چرت و تشویش و چیزا می داشته باشن باز از پروتیادن برشون داده میشه و این شبها برشون شبها توصیه میشه که مریض شب بخوره و خاصیت خواب آور داره و بعد مریضا به خاطر خواب خود از پروتیادن استفاده میکنن، اما فلوکساتین صبح خورده میشه، پروتیادن از طرف شب. خب دیگه شربت جینکو را ما داریم که شربت جینکو را خب ما قبلا هم گفتیم یک دوای تقویتی است به خاطر تقویت حافظه و بهبود گردش خون در بدن و همچنان در مغز که بیشتر به عنوان شربت تقویت اعصاب در بازارها پیدا میشه و در دواخانه ها به مصرف میرسه. خب این نسخه ما بود که مربوط مریضایی که افسردگی می داشته باشن، مریضایی که از تنهایی خوششان میه، مریضایی که از سر صدا قال مقال و چیزا بعدشان میه، بیشتر بر اونا توصیه میشه.